افزایش واردات خرما سبب شده تا قیمت خرما کاهش یابد. تاجران با ابراز خوشحالی از کارکرد ریاست گمرک این ولایت در قسمت سهولت‌ها برای تجارت خبر می‌دهد. واردات ما از ایران، از جیروف، شیراز، کرمان، بعضی شهرهای ایران است. از اونجا ما واردات خرما داره به افغانستان، مثل خرما سیاه، زرد که البته مضافتی، خرما مختلفه، 5 کیلویی، 10 کیلویی، 12 پاکتی. ما بیشتری مشتری که داره به غزنی، کابل، قندهار، هلمند، حتی تا مزار شریف، حتی بیشتر وقتا تو جنس میشه به خاطر تحولات دلار و افغانی ما جنس به هرات هم حتی رایی میکنه. با برکت امارات اسلامی که اومده به افغانستان قیمتا خیلی پایین شده. ما قبلا 1 کیلو خرما به 110 افغانی رسیده بود تا قبل از امارات، ولی حالا به 1 کیلو به 70 افغانی رسیده. این تفاوته که به خاطر برای مردم خوب شده. به جای قند، شکلات، دیگه چیزا از خرما استفاده. نسبت به پارسال کده فروش زیادتر شده چون که قیمتا ارزان تر شده و امنیت هم زیادتر شده. برای ما سهولت‌تر بار رسیدگی میشه. قبلا بود بار به مشکلات به ما میرسید، به حساب مرز و گمرکی گپا بود دیگه. الان الهی شکر که حالا خوب شده، ما زیادتر میاره، باز به راه امنیت هم زیادتره. از اینجا به 2 روز به کابل میرسه. قبلا که بود مثال به 1 هفته بار میرسه، حالا به 2 روز میرسه و همین سهولت نظر و فروشات زیاد کرده. این تاجران ضمن قدردانی از زحمات حکومت امارت اسلامی در زمینه تجارت خواستار کاهش تعرفات گمرکیشان در این ولایت شدند. در این حال کارشناسان اقتصادی در ولایت نیمروز ضمن قدردانی از کارکرد حکومت در بخش زیربنای اقتصادی کشور خواستار ایجاد کمیته اقتصادی در این ولایت شدند. ارزش پولی جمهوری اسلامی ایران در مقابل کرنسی‌های خارجی طبیعتاً در سالهای اخیر رو به کاهش و این باعث از این میشه که از این مرز واردات نسبت به دیگر مرزهای زیادتر باشه. ما نه تنها وابسته اقتصاد ما وابسته به چی باشه، وابسته به واردات باشه، بلکه ما بتونه همون تراز اقتصادی خود مساوی کنه به اندازه‌ای که واردات داره، به همون اندازه هم صادرات داشته باشه که بسیار برای ما حائز اهمیت. آقای خاشرودی افزود ایجاد شهرک صنعتی باعث رشد اقتصادی و در حوزه صادرات در کشور خواهد شد. با این حال مسئولین محلی از تجارت و اهمیت بالای آن خبر می‌دهند. د ټولو وارداتي اموالو په برابر باندې چې هغه رزي تجارت موږ نه دی ډېر سہولتونه ایجاد کړي دي او کوشش کو ته څو پورې دیته د مراحل د ځان سره مخامخ نشي، یعنی په زودترین فرصت باندې ته مراحل د ګمرک نخلاص شي او آزاد بازار ته وړاندې شي. خوراک کباب و در نور هر رقم مواد دی که مواد سوخت دی، خوراک کباب دی، نور کوم مواد چې رسي موږ تاسو واردات نو هغه په زودترین فرصت سره موږ د ګمرکي ته مراحل ورته خلاصول سره موږ ګمرک څلوي ساعته کار کوي د خپل تجارانو د فارسه. آقای صلاح الدین از تاجران خواست سرمایه گذاری را در کشور افزایش دهند که باعث اشتغال زایی در این کشور شوند. ولایت نیمروز در جنوب غرب کشور قرار دارد و حکومت امارت اسلامی افغانستان در بخش زیرساخت‌های اقتصادی پلان‌های خوبی را روی دست دارد. از این رو حکومت ایجاد سهولت را در تجارت افزایش داده‌اند. محمد عمری، خبرنگار رادیو حریت، ولایت نیمروز.